السلام علیکم دوستای عزیز، با امید که همه شما جور آرام و صحتمند باشین. بازم دوست شما هستم، لطیف مهربان، با یک ویدیو جدید، البته در مورد پیپال در خدمت شما حاضر هستم. از همه اولتر از شما دوستای عزیز قسم میشگی خواهش میکنم که صفحه فیسبوک مرا لایک کنین و همچنین چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کنید. خب امروز دوستای عزیز موضوع ما که است، موضوع ما در مورد به پیپال. اگر شما در چینل ما دیده باشین، ما در قدم نخست به شما ایره تشریح کردم و ایره براتون واضح ساختم، نشان دادم که شما چطور میتونین در داخل افغانستان اکانت پیپال بسازین. البته که او یک طریقه داشت، شما میتونین که در چینل ما و ویدیوش شما پیدا کنین و شما ببینین اونه که چطور شما میتونین که اکانت پیپال در افغانستان شما جور کنین. اینجا شما در چینل ما ببینید، شما میتونین که در مورد پیپال همون ویدیو را دریافت کنین. در قدم دوم ما به شما ایرم نشان دادم که شما چطور میتونین از وبسایت های مختلف، قسمی که من با یک وبسایت $2.20 کار کرده بودم، ببینید به نام ZAGL یک وبسایت بود. بعد من شما رو نشانم دادم که از اون چه قسم پیسه رقه پیسی خود ترانسفر یا منتقل ساختم به می اکاونت پیپال. خب در قدم سوم که پیش بسیاری شما سوال البته گنگ بود که چطور ما میتونیم این پول خود ما فرض که کارم کنیم امرا یک وبسایت ایرا ترانسفرم کنیم در اکاونت پیپال ما، ایرا ما چطور در اکاونت در افغانستانی پول خود دریافت کنیم، که بسیار یک سوال مهم و یک سوال پیچیده یا یک موضوع پیچیده است پیش همه ما شما. یعنی ما شما کار میکنیم با وبسایت های مختلف، اما چطور بتونیم پیسه خود ما شما به دست بیاریم. به خاطر از این فعلا ما شما چی کارا باید بکنیم؟ ما شما خو در اکانت پیپال خود ببینین لاگین کردیم. البته یک چیز باید یادآور شم پیش از شما را تشریح کنیم، من ویدیویی که چه قسم میتونیم در افغانستان ما شما اکانت پیپال بسازیم و همچنان چه قسم میتونیم از وبسایت های مختلف و اکانت پیپال خود پول که دریافت کنیم او را ترانسفر کنیم به اینجا. او را ما ویدیوش لینکش در دیسکریپشن از این ویدیو به شما اضافه میکنم. شما میتونین که بالای دیسکریپشن کلیک کنید، بالای لینک دیگه شما میتونید مستقیما همون ویدیو را تماشا کنید. خب حالا شما اول بیاین چی کنین، در اکانت پیپالتون لاگین کنین. وقتی که لاگین کردین ببینین اینجا پیسه برای نشان میده اویلیبل، پیسه نشان میده که 1.80 سنت دارم، البته دلار. این حال شما چی میکنین؟ این ما میخوایم که ما ترانسفر کنیم و این را چی کنیم به دست بیاریم در افغانستان. به خاطر ازش شما چی میکنین؟ در بالانس کلیک میکنین. ببینید در بالا منیو که است سمرینه در بالانس، ما در بالانس کلیک میکنیم. ببینید در بالانس که کلیک کنیم ما شما اینجا با ما شما چند گزینه دیگر هم بده که ترانسفر فاندز، سند اور ریکوست پیمنتس، پیمنت پریفرنسز و مرچنت فیز. درست است؟ ما که سه آپشن دیگه اش کار نداریم، سه آپشن دیگه که اسی کاراش مختلف هستن که باز اگه وقت پیدا کردیم براتون در مجموع کلش تشریح میکنیم. خب فعلا که ما شما کار داریم او کار داریم که سند اور ریکوست پیمنتس. بالای چی میکنیم ما شما کلیک میکنیم. ببینین وقتی ما شما بالای از کلیک کردیم اینجا چی میگه؟ send payment to. اینجا چی میگه با مو نام یا ایمیل آدرسی که شما میخواین پولتون انتقال بدین به او را چی میکنین؟ ایمیلش به اینجا بدین. ما این رو تشریح میکنم. شما چی میکنین؟ در افغانستان مستقیما ما اکانت پیپال خود با بانک وصل کردن نمیتونیم. یعنی باید شما بیغم باشین که وصل کردن ما شما نمیتونیم، نه با بانک اکانت خود، نه با ماستر کارت خود و نه با دیبت کارت خود، به هیچ چیز ما وصل کردن نمیتونیم. فقط شما فعلا چی میتونید؟ شما در خارج اگر دوستان است او را بگین که با شما جیمیل آدرس چی خود بده پیپال خود شما میتونید که از افغانستان پیسه را که به دست آوردین این را مستقیما به او منتقل کنید، به او که ترانسفر کردین را باز از اون میتونید که با شما پس پیسه تون رایی کنه. اینجا من چی میکنم؟ من یک اکانت پیپال داشتم در یکی از کشورهای خارج است. من اینجا آدرس جیمیل پیپال ما دارم. ببینید نکست میگم. وقتی که نکست گفتی ببینین چی میگه اینجا چند آپشن برات میده. sending to a friend به یک دوستت میگه رای میکنی، یا paying for an item or service، یا به خاطر کدام چیزی خریدین یا به خاطر کدام خدمات، کدام فرض کو فیسبوک پیجتون اسپانسر کردین یا یوتیوب اسپانسر کردین یا اینستاگرامتون اسپانسر کردین. خب ما دوش گپ نمیدونیم، ما اینجا چی میکنیم؟ sending to a friend، ما میگیم ما به یک دوست خود ما پول رای میکنیم. درست است؟ اینجا به شما چی میگه؟ اینجا به شما میگه شما اندازه یا مقدار پولتون چی کنین ذکر کنین با ما شما اینجا چی میکنیم؟ ببینید اینجا ما شما چی نوشته میکنیم؟ فرض کنیم 50 نوشته میکنیم 50. ببینید این 50 پیسه است، یعنی 50 سنت به دلار که میگیم. اما اینجا چی میکنه؟ به خاطر که در ریجن ما شما در افغانستان خو نیست
پیپال اینجا فعالیت نداره. این میگیره کشور ما شما را مستقیما چی انتخاب میکنه؟ به ما شما فیلیپین انتخاب میکنه. درست است. با این میتونیم ما شما کشور را چنج هم کنیم. درست است. کشور چنج خب ما شما به خاطر این خب به طور اما تو چی به شما نشان میتونه. درست است. میتونه شما یو اس دی هم انتخاب کنید. درست است. ببینید باز چی میکنه؟ این باز کنورت میکنه، یعنی 26.87 پول میشه 50 سنت یو اس دی. صحیح است. اینجا گفتم مستقیما کس چی میکنه؟ این کشور ما شما را چی انتخاب میکنه؟ با ما شما فیلیپین انتخاب میکنه. درست است. ببینید میگه شما اینقدر پول فیلیپینه که ارسال کردین میشه 50 سنت. درست است. اینجا باز سندینگ کانفرنس اینجا شما چی میکنین؟ اد نوت میتونم که فامیلی سپورت. درست است. این بهترین کامنت است به خاطر ترانسفر کردن چی. درست. اینجا چی میکنم؟ من کانتینیو میگم. ببینید اینجا من کانتینیو میگم. ببینید چی میگم؟ میگه شما اینقدر پی خواد کردن، فی ازی بسیار کم میشه، 1 یا 2 سنت فی ازی میشه. درست است. فقط چی میکنین؟ send payment now میگین. ببین چی گفت که پیمنت شما سند شد. فقط او یک اوکی بگه پیمنت چی میکنه؟ ریسیو میکنه. این بود دوستای عزیز ویدیوی ما امروز در مورد ازی یا در ارتباط به اینکه چطور میتونیم اما پولی که ما شما در افغانستان به دست آوردیم او چطور میتونیم به دست بیاوریم. دیگه کار آسانش فعلا همین است. البته یک طریقه دیگه هم داره که به اون طریقه میتونیم ما شما پول دریافت شده خود به دست بیاوریم. درست است. دیگه او طریقه را در ویدیو بعدی به شما من نشان میدم که شما چطور میتونید به طریقه دوم پیش بریم و پول را که شما از طریق کار آنلاین دریافت کردین او را به دست بیاورین. درست است. خب دوستان عزیز با امید که شما دی ویدیو یک چیز گرفته باشین و در آخر شما بازم خواهش میکنم که کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنین و همچنین صفحه فیسبوک ما را لایک کنین. خب تا ویدیو بعدی را دیگه همه شما را به خداوند میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار همتون.